سلام دوستان، حالتون چطوره؟ سجاد هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید از چنل EMS. دوستان ببخشید که این چند وقت یکم ویدیو رو دیر واسهتون آپلود کردیم. یکم درگیر همون موضوعی که قبلا بهتون قول داده بودیم. بله، ولاگ ترسناک از یکی از منطقه‌های مخوف ایران. امروز یه ویدیو جدیدی واسهتون آپلود کردیم درباره وقاع و دیده شدن دوربین‌های مداربسته. از این موضوع میتونم بهتون توضیح مفصلی بدم که دوربین هایی که از جمله اشعه X، مانور قرمز، مانور سبز، دوربین هایی که قابلیت نشون دادن شیء سیاه، سایه و چیزهای دیگه که هیچ انسان و موجود دیگه نمیتونه با چشم خودش این ویدیوها رو دیده باشه یا از نزدیک خیلی کم اتفاق میفته دیده باشه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم واسه دیدن ویدیو. خب دوستان، این ویدیو در یکی از مناطق مسکونی میشه گفت هسته که یک حیاط یا پارک بزرگی در اون کنج ویدیو بالا هسته. این دوربین که این ویدیو و صحنه رو ضبط کرده انگاری سر چهارراه یکی از فروشگاه ها و مغازه های همون منطقه بوده. اینجوری که مشاهده میکنیم در کنار درخت اگه میبینین یک شیئی سفید مانند در حال تحرک و تکون خوردن هسته. با دقت به این ویدیو نگاه کنین. دیدین به سرعت خیلی زیاد از جلوی تصویر رد شد و ناپدید شد. بریم یه بار دیگه ویدیو رو کامل ببینیم. اگه یکم بهتر به این موضوع پی ببریم، این شیئی که اومد تو تصویر شبیه یه جور زن میشه گفت هسته. یک زنی که موهاشو ریخته است جلوی صورتش، مثل اون فیلمی که بود حلقه فکر کنم، آره این اون، که کمرش یه جوری خم میکنه و با خیره شدن به یک منطقه‌ای بعد از یک مدتی ناپدید میشه. ببینین غیر طبیعی نیست اصلا. یعنی اینجور که از وسط یه جور از وسط دو تا میشه، یعنی نصفش میره یک سمت، نصفش میره یک سمت. این ویدیو رو واسهتون بزرگتر کردیم ببینین از نزدیک. ببین وقتی اینجا یه ظاهر میشه با دید خیلی ترسناکی به یک صحنه سرش رو خم میکنه. تو این حالت چند ثانیه میمونه و نمیدونیم حالا به چه دلیلی یا فرار میکنه یا ناپدید میشه. ناپدید شدهش هم خیلی ترسناک میشه. حالا در این باره ویدیوها حق نظر به شما بستگی داره. بریم واسه ویدیو بعدی. در این ویدیو میبینین که دوربین در یکی از اتاق مناطق مسکونی نصب شده که یک صحنه میشه گفت ترسناکی ضبط کرده. در این گوشه که علامت نشون داده یک قسمت در حال تحرک و تکون خوردن هسته. میشه گفت به نظر من یه جور جسم کوچیکی هست اون قسمت. به نظر من میشه گفت گربه‌ایه. اگه دقت کرده باشین، حالا ویدیو رو واسهتون دوباره مجددا بزرگ و نشون میدیم بهتون. ببینین انگار که یک حیوانی رو تخت دراز کشیده و در حال تکون دادن سرشه. ویدیو رو واسهتون بزرگ کردیم. ببینین در این قسمت که سرشه و نصف بقیه بدنش روی تخت نشسته در حال تکون دادن سرشه. از قسمت گوشاش که بالای سرش دیده میشه گفت حیوانه. حالا بعید میدونم. موضوع این داستان اینه که انگاری اون قسمت که نشون داده آینه‌ایه که انعکاسی که ببخشید رو تخت اتفاق افتاده در حال مشاهده روی آینه است. ولی بعید میدونم از این ویدیو، چون شاید در اون قسمت راهروی وجود داره که یه اتاق دیگه اونجا قرار گرفته باشه. بریم واسه ویدیو بعدی. خب این ویدیو در یکی از راهپله‌های یکی از حالا گفت محل کار یا منطقه مسکونی ضبط شده. اینجوری که مشاهده میکنیم یه شیء سیاه شبیه سایه. ببینید دوستان، سایه که نمیشه گفت. خب از اونجایی که شما همتون میدونین سایه یه جور
انعکاس سه بعدی مانند داره. اگه تو بازی پلی استیشن دیده باشین مثل فوتبال یا پی اس، وقتی دوربین از بالای زمین فوتبال، تمام شخصیت ها و کاراکترهای بازی سایه‌شون عین سه بعدی در سه قسمت روی ویدیو هسته. یک تیکش روی زمین و یک تیکه روی چپ یا راست تصویر. اما در این ویدیو رو بیایم با هم ببینیم. در دو طرف این ویدیو یا روی زمین هیچ سایه‌ای نیفتاده، یعنی انگار که فقط یک سایه بلند ارتفاع و ثابتی در حال رد شدن از این تصویر است و می‌بینیم که از پله ها پایین میره. این ویدیو رو مجددا بازدید کنیم تا کنجکاویمون برطرف بشه. ببینید این شی سیاه از داخل در رد شده، داخل در بسته، میشه گفت آسانسوره. و اگه دقت کرده باشین به فاصله که بین پاش اتفاق میفته انگار که داره قدم میزنه، یه جور شی ظاهر شبیه یک فرد یا انسان. ببینید در این قسمت یکم ویدیو سرعتش کاهش یافته تا با دقت مشاهده کنید ویدیو رو. وقتی به اینجا برسه دیگه به راه خودش ادامه میده. از اونجایی که مثلا بخوایم به این موضوع پی ببریم که شاید سایه چیزی باشه، نه، هیچ سایه‌ای اینجوری با ارتفاع بلند اتفاق نمیفته و هیچ سایه دیگه بگم بازتاب نوری انقدر پررنگ نشون نمیده. اگه جوری دقت کرده باشین قشنگ تصاویر این ویدیو، حالا بستگی داره، میگم شاید ویدیو یا دوربین که این صحنه رو ضبط کرده از مانور سیاه، مانور خاصی این ویدیو رو ذخیره یا گرفته که این صحنه ها تونستیم ما با ویدیو نگاه کنیم. دیگه حالا بستگی داره ببینیم اون پایین قرار بره چیکار کنه، برای خودش همینجوری داره ادامه میده میره پایین. بله دوستان، تمامی این ویدیوهایی که ما واسه شما ذخیره کردیم این موضوع داره به شما میرسونه که این صحنه ها هیچ وقت توسط فردی ضبط نشده یا کسی که قصد داشته باشه از نزدیک این صحنه ها رو. امکان داره، خیلی کم پیش میاد که این اتفاق افتاده باشه، ولی این ویدیوهایی که ما واسه شما آماده کردیم چیزایی هستن که بعد از به مرور زمان، بعد چند وقت که صاحب‌های اون دوربین این صحنه ها رو دیدن، واسه ما یا تو نشر سایت ها قرار دادن. بریم واسه دیدن ادامه ویدیوها. بله خب، در این ویدیو میبینید که یک پارک بزرگی هست و این علامت داره به ما یک نکته ای رو اشاره میکنه. اگه دقت کنین میبینید که از سمت بالا، سمت راست در این قسمت یک نمیدونم بگم چیه، شی قد بلند در حال اومدن به پایین هسته که به سمت فکر کنم پلکان، بله به سمت پلکان میره. و اگه دقت کرده باشین یک صحنه ناپدید شد، نه 2 بار ناپدید شد. آره، یک بار پایین علف ها یا تپه ها وقتی که به نیمکت رسید و بار دوم وقتی که به پلکان نزدیک شد. ببینین از این قسمت بالا که داره میاد، من بار اول میخواستم بهتون بگم شاید فردیه که در این منطقه داره در حال قدم زنانه، داره هواخوری میکنه، به قول یارو گفتنی سرگرمه. ولی وقتی که به این قسمت پایین میرسه و دارین جوری که تو تصویر میبینیم ناپدید میشه، اصلا طبیعی نیست. حالا من نمیدونم چی میتونه باشه، شاید مشکل تصویربرداری بوده، باگی در دوربین اتفاق افتاده. ازتون خواهشمندم در نظرها و پیشنهادها تمام نکات و حرفایی که دارین با رعایت و راهنمایی کردنتون ما رو با خبر کنید تا اطلاعات بیشتری از این موضوع کسب کنید. ببینین از زاویه نزدیک دوربین داره ضبط میکنه. اینم اگه دقت کرده باشین از زاویه پاهاش که در حال راه رفتن هسته، فاصله که بین هر قدمش اتفاق میفته انگار در حال گذر یک منطقه ای است. این اندامن شیئی که در این قسمت هسته میشه گفت شبیه یک زن هسته. از قسمت باریکی پاهاش دقت کنین.
این قسمت یا کمر باریکی که وجود داره. حالا ما هم بر فرض داریم این ویدیو رو واسه شما نمونه برداری میکنیم. نگاه کنین تصویر واسه شما ثابت نگه داشته تا قشنگ ویدیو رو مشاهده کنین. خیلی سایه بلندی هم هسته. بله، یکم واسهتون تیزر تبلیغاتی بیاریم تا درباره موضوع قبلی یکم گپ و حرفای دیگه داشته باشیم. بله، در این صحنه ویدیو یکی از خیابون‌ها یا مغازه در حال ضبط هسته. موضوع فردی است که در حال رد شدن از خیابون یا جاده‌ای هسته که به این سمت تصویر میاد. اگه دقت کرده باشین سایه سیاه مانندی در پشت فرد همانند قدم زنان همون مرد در حال راه رفتن هسته. معمولاً به این جور سایه ها میگن سایه های زوجین. خب یعنی سایه‌ای که به فرد که در حال راه رفتن هست علاقه‌ای داره که باهاش چه در این تصویر چه در منطقه‌های دیگه‌ای که دوربین‌های دیگه ضبط کرده باشه همچنان باهاش پا به پا راه میره. که اگه دقت کرده باشین تو این منطقه‌ای که معلوم روز هسته نباید همچین سایه‌ای باشه. اگه دقت کرده باشین زاویه بازتاب نور، حالا نور خورشید یا چراغی، از سمت چپ تصویر افتاده که یعنی اگه دقت کرده باشین تمام ماشین ها که در حال رد شدن هستن سایه به سمت راستشون افتاده. پس این فرد ببین سایه دومیش روی زمین که افتاده قشنگ معلومه این سایه واقعی خودشه. در قسمت کنار پاهاش که داره قدم برمی داره دقت کنین تصویر قشنگ معلومه که سایه اصلیش اونه و اون چیزی که پشتش اتفاق افتاده اصلا سایه خودش نیست. شاید یک شبح یا چیزی باشه در حال دنبال کردن اون. بله، من از ابتدای این ویدیو تا الان بهتون گفتم که زیاد اطلاعاتی از این ویدیو ندارم و کنجکاوانه ازتون خواهشمندم که سوالاتی که دارین درباره این موضوع ها به ما بگین. این ویدیو دیگه توسط یک فردی که دوربین در دستان او هسته ضبط شده که انگار رفته ولاگ یا تصویربرداری از یکی از مناطق مسکونی و مخوف که با مواجه شدن صحنه‌ای ویدیو واسه ما ضبط کرده. بله، اگه دیدین یک چجوری بگم میگه این سیاه نبود، اگه دقت کرده باشین کرمی مانند بود. یعنی نمیشه گفت سایه بوده چون سایه دیگه هممون میدونیم سایه به رنگ سیاهه. این دوباره ویدیو رو ببینیم. امیدوارم اون فردی که این ویدیو رو ضبط کرده با سرعت خیلی زیادی از این منطقه فرار کرده باشه یا خارج شده باشه. ویدیو رو واسهتون سرعتش رو کمتر کردیم تا از این صحنه‌ای که زود میگذره دید بهتری داشته باشین. بیشتر ولاگ هایی که اینجوری اتفاق میفته از مناطقی هستن که مثلا به مرور زمان فرسودگی زیادی داشتن، اتفاقاتی انجام شده که اون منطقه به قول یارو گفتنی دیگه برای سکونت نیسته. قشنگ اگه از ویدیو معلومه که در حیاتی که هسته تمام شاخ و درخت‌ها اومده. ببینین اصلا همون شیئی که داره رد میشه حواسش نیست که این فرد در حال تصویربرداری اون هسته. ببینین تصویر واسهتون نگه داشتیم یک فردی است که از اونجا رد شد. جدا از اون این ویدیوهایی که ما واسه شما آماده کردیم از جمله دوربین‌های مدار بسته مزایا و تصویربرداری دیگه‌ای هم واسه شما ضبط شده. حالا در این موضوع اینو واسه شما فراهم کردیم. در این ویدیو بعدی در یک میشه گفت جشن یا ایستگاه اتوبوسی هسته که اتوبوسی بعد از پارک کردن انگاری صحنه‌های عجیبی اتفاق افتاده و ضبط شده. تا الان که ما هیچ صحنه‌ای رو ندیدیم و ضبط نکرده تا این ابتدا ببینیم چه اتفاقاتی قراره بیفته.
بله همون انگار ایستگاه اتوبوس رانیه که تمامی همین افراد در حال رد شدن. اگه دقت کرده باشین تمامی آدمایی که اون منطقه یه روپوش سیاه ندارن، یعنی همشون یه جور سفید تنشونه، یا حتی سفید هم تنشون نباشه، درست پوستشون سیاهه، حالا معلوم نیست از کدوم منطقه کشور هستن، ولی میشه گفتش که غیر طبیعیه. اون بالا اگه دقت کرده باشین به این دلیل میگم غیر طبیعیه که یک شی سیاه مانندی، حالا نمیدونم نشسته یا سرپایه، داره خیره‌ور به دور و برش و اطرافش نگاه میکنه. نگاه کنین در این قسمت هم فلش به شما نشون داد که خیلی زود از کنج تصویر رد شد. بله بذارین ویدیو واسهتون دوباره بیاریم تا بهتر ببینین در این جایی که واسهتون علامت گذاری شده همون شی سیاه ثابت و بدون تحرک ایستاده. و اینطوری بهتون بگم که حالا نمیشه از این ویدیو هم با اطمینان بهتون بگم که این میتونه چیز ترسناک و دلهره‌آوری باشه، چون اگه دقت کرده باشین هیچ تمام اون فردهایی که اون اطراف هستن یک جوری دارن رفتار میکنن که انگار نمیبینن. خب یا که میبینن اون شیء سیاهی که اونجا هست چیز ترسناکی نیست، یا به قول یارو گفتنی ترسناک مثل جن و ارواح شبح اینا نیست، میتونه مثلا آدمی باشه که روپوش سیاهی داره، یا چون دور از تصویره، درسته نور جلوی اتوبوس خوب پرتاب نوری داره که تمام فرد جلوی اتوبوس رو داره نشون میده، ولی اون کسی که جلوی اتوبوس قرار گرفته شاید دور از ویدیو هسته اونجوری داره نشون میده. دقت کرده باشین فقط انگار نشسته روی نیمکت. آره و اون افرادی که از کنارش رد شدن انگار اصلا چیزی ندیدن. اینجوری میشه گفت از این ویدیو. این سایه های سیاهی هم که میبینی رد میشه به خاطر اینکه تمام اون مردم که از جلوی اتوبوس یا نوری رد میشن و سایه ها روی دیوار باستاب میشه، یعنی چیز مهمی نیست. من از این صحنه زیاد مطلع نشدم، امیدوارم شما چیزی فهمیده باشین از این قسمت، چون خیلی کنجکاوانه بود این صحنه، خیلی میشه گفت مهم نبود که بخوام توضیح درباره این صحنه بدم، چون کار خاصی قرار نبود انجام بده که ما رو کم مورد اطلاع و کنجکاوانه باشه. خب دوستان این ویدیو تموم شد، امیدوارم از این ویدیویی که واسهتون آپلود کردیم خوشتون اومده باشه. حتما اگه سوال و پیشنهادی دارین درباره ویدیوهای جدیدتر یا میشه گفت سوالهای جدیدی از درباره این ویدیو و ویدیو دیگه‌مون داریم حتما بپرسین و ازتون خواهشمندم لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ما رو حتما به دوست و آشنایانتون معرفی کنین تا ما انرژی بیشتری داشته باشیم واسه ویدیوهای بهتر. دیگه حرف دیگه ندارم، منتظر ویدیوی بعدیمون باشین. بدرود.